بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم واجعلهم أحاديث ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به لطف و مرحمت خودش آن را بر قلب و فکر و زبان این بنده گناهکار جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند، کسانی که چنین خصلتی دارند که دنبال بهترین سخن هستند، یعنی اینکه از تعصب‌های متعدد قومی، زبانی، منطقه‌ای، مذهبی، فرقه‌ای خودشون را رها کردند، آزاد شدند و لذا دنبال بهترین ها هستند. چنین افرادی را خداوند به پیامبر عظیم الشأنش دستور داده که بهشون مژده بده و اونها را اولو الالباب نامیده. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هم اولو الالباب نامیدشون. به بندگان بشارت بده، اونهایی رو که سخنان رو میشنوند و بهترینش را برمیگزینند و اونها خردمندانند. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه 30 از سوره ابراهیم. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. جهنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. بطان فراوان بکردند راست که گویند اینها شریک خداست. امروز بت پرستان بتان رو شریک خدا قرار دادند. امام پرستان قبرهای امام ها را، خود امام ها را،
پیغمبر پرستان خود عیسی را، خود عزیر را به طاعون فراوان بکردند راست که گویند اینها شریک خداست. سپس به هر گمراهی خلق خود اعادت نمودند آن بود که بود. بگو خود به لذات دنیای پست بگردید مشغول و بر آنچه هست که باشد شما را سرانجام کار، سزا آتش دوزخ کردگار. این حرف روحانیت امام تراشی است که مردم رو امام پرست کرده به جای خدا پرست. به جایی که به مردم بگوید که مشکل گشا خداونده، نه، امام ها مشکل گشان، بر هر امامی رو برای یه مشکلی جل کردن. فین مصیرکم قل تمتعوا، لذت ببرید در این دنیا، لیکن در جای دیگه میفرماید قل متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا اندکه. قل تمتعوا فان مصیرکم الی النار، لذت ببرید با این دروغ‌هایی که درست کردید، با این امام تراشی‌هایی کردید، با این پیغمبر پرستی‌هایی کردید، سرانجامتون در آتشه. حضرت ابراهیم علیه و نبینا الصلاة والسلام به پروردگار خداوند ازش نقل میکنه و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، آنگاه که ابراهیم گفت که ای خدایا این شهر رو، یعنی مکه مکرمه رو، سرزمین امنی قرار بده که هیچ کسی مثل مدعیان تشیع این سرزمین امن را ناامن نکرده در طول تاریخ و در حال حاضر. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، و از محصولات به کسانی که ایمان به خدا و قیامت میارن نصیبشون بفرما. در آیه 126 سوره بقره. اما خداوند در جوابش میفرماید قال و من کفر فامتعه قلیلا، حتی کسی کفر ورزه، ابو جهل ها، ابو لهب ها، فامتعه قلیلا، در این دنیا، کل این دنیا قلیله، بهش برخوردارشون میکنم، لیکن در قیامت چی؟ ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر، سپس اونها رو به سوی عذاب آتش میبرم که بد جایگاهی است. قل تمتعوا، این دنیا مشغول باشید. اگر شخصی مالش حرامه، مالش از روزخوانی هاست، روزخوانی حرامه، مالش هم حرامه، هم گرفتنش حرامه هم دادنش حرامه، مثل رباست. از ربا هم بدتر، بلکه اسم دین داره، یا خمسه، یا نزوراتی که بر سر قبرهایی که بت شده اند. شخصی داره مال حرامه، انظر اخلاقی منحرفه، به خدا کفر میورزه، شرک میورزه. اگه میبینی که ظاهرا بعضش خوبه، بهش نگو که مبارکش باشه، کاش که شما اینطوری باشید. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. با قرآن دنیا را ببین، با عینک قرآن. بگو برخوردار باشید با مال حرامی که جمع کردید از خمس ها، سرانجامتون در آتشه، راه مشخصه. شما یه انسانو سوار آخرین مدل ماشین کردید، آخرین مدل بنز، لیکن داری میبریدش کجا؟ به اعدام. چه بهش میگه؟ میگه مبارک باشه که سوار بنزید. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، سرانجام مشخصه. ورزا مؤمن، خدا پرست، یکتا پرست، موحد، به این وعده الهی بسیار خوشحاله. وجعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله، برای خداوند شبیه ها قرار دادن، مانند ها قرار دادن. امروز روحانیت دجال مدعی تشیع امام ها رو شبیه خدا قرار داده، بلکه در زیر پرچمدار شرک خامنه ای ادعا میکنند که خدا بدون علی خدا نیست، قرآن بدون علی قرآن نیست، یعنی خدا بالاتر، علی بالاتر، یعنی نعوذ بالله. برای خداوند شبیه ها ماننده قرار دادن. چرا؟
لیضلوا عن سبیله، تا از راه خدا مردم رو گمراه کنند. قل تمتعوا، بگو کامرانی کنید، کامروایی کنید در این دنیا. فإن مصیرکم الی النار، زیرا که بازگشت شما، سرانجام شما به سوی آتشه. ند شبیه میگن، مانند میگن. اونا وقتی که برای خداوند شریکان قرار دادن، عیسی رو شریک قرار دادن، مادر عیسی رو شریک قرار دادن، امام ها رو شریک قرار دادن، هیچ شریکی هم نگفته که این نعمت های دنیا رو او به مردم داده، لیکن پیروانشون اینچونی ادعا میکنن. هیچ شریکی از طرف خداوند نگفته که این نعمت ها رو من دادم، نه عیسی، نه امام ها، نه بزرگان، نه کوچکان، نه پیرها، نه فاتحالا، و نه دین خاصی آورده، نه منهج خاصی آورده. بلکه این شرکا یا بتند یا بت شده اند، یا بتان، درختان، خورشید، مهتاب، ستاره ها، هر کسی باشه. و خب اینا چه نعمت هایی دادند به مردم که عبادت بشن؟ خودشون به اکسیژنی که خداوند در این هستی گذاشته محتاج بودن. اگه همین هوا بهشون نمیرسید 5 دقیقه بعد میمردن. ما میتونیم که عبادت، مقتضای عبادت امر و نهیه، تکلیف، دستوره. این شریکان که ادعا میکنن که خداگونه هن، هیچ کدومشون امر و نهی نازل نکردن، کتابی نازل نکردن، نگفتن که ما شما رو ثواب میدیم، اجر میدیم، اگر ما رو عبادت نکنید مجازاتتون میکنیم. و چرا اینا رو خدا کردن؟ بر اینکه اینها امر و نهی نداشتن، میخوان در لباس اونها امر و نهی الهی رو دور کنن. و ورزا دجالانی که ادعای امامت کردن، ادعای نبوت کردن و با پیروان فریب خورده شده خود، پیروان گمراه خودشون چنان کار میکردند که میگفتند که ما که گویا از پیغمبران بالاترند. ابن عربی که شیخ اکبر صوفیان غالیه و تصوف و بلجن کشید، میگه من از پیغمبر بالاترم، پیغمبر از قاصد رسول خدا میگرفته، من از خود خدا مباشرتا میگیرم، العیاذ بالله و امثالش. و عجیب اینجاست که بعضی از تحصیل کردگان پیروان همین دجالانند. چه بسا که انسان ساده عامی باشه ازشون دور بشه با فطرت سالمی که داره. بلکه انسان ها، فطرت انسانی میخواد با فطرت ایمانی زندگی کنه. اما وقتی میاد مثل بهاءالله، مثل خمینی، مثل نمیدونم مختار، مثل بقیه دجالان، تاریوس، اسد انسی، سجاد، دیگران، وقتی احکام دین رو برمیدارن، اینا میخوان خودشون رو سبکبار کنن. ولذا پیروانشون وقتی میبینن که اینها رو سبکبار میکنن، ازشون پیروی میکنن. و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله. و همه اینها پشت سر این فرق بازی ها و ادیان فاسد و مذاهب فاسد نوایای سیاسی وجود داره، جنبش های سیاسی وجود داره. و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله، تا از راهش گمراه کنند که رو دیگرانو. یک قرائت دیگه هست که لیضلوا عن سبیل الله، از راه خدا مردم گمراه کنند. شما وقتی یک حادثه رو میشنوید که نتیجه یک حادثه دیگره، اینو با لام تعلیل میارید. مثلا در عربی ذاکر الطالب لینجح، این لام لینجح لام تعلیل بهش میگن. دانش آموز درس میخونه تا قبول بشه. و اینجا فعل و نقیضشو نیاورده. آیا اونا خودشون رو گمراه میکردن؟ نه، اونا احساس میکردن خودشون بر هدایتند، بر استقامتند.
این چنین لامی رو ببخشید لینجا لام عاقبت بهش میگن که پس فعلی بعد از فعلی رخ بده و اما اگر عملی که بدون اراده صاحبش باشه رخ بده، همچون که فرعون مثلا، این لام تعلیلی بهش میگن. وقتی که موسی رو برداشت، موسی رو در مادرش در آب انداخته از ترس فرعون خامنه زمان. فرعون وقتی برش میداره برای که فرزندش باشه، لیکن خداوند میخواد دشمنش باشه. فرعون وقتی که موسی رو از آب برمیداره نمیخواد موسی دشمنش باشه، لیکن خداوند موسی رو دشمنش میکنه. یعنی مشیت خداوند، خواست خداوند از هر خواستی بالاتره. ورزه خداونده که در همه اعمال تصرف میکنه. و فرعون ادعای الوهیت میکرد، فرزندان مسلمانان بنی اسرائیل میکشت. اومد او موسی رو بگیر که قرةالعینش بشه، لیکن موسی رو خداوند در خانهش بزرگ کرد تا دشمنش بشه، ولی کارها دست خداونده. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. این دستوری است از طرف خداوند به محمد صلی الله علیه و سلم که به دشمنانش، به کافران بگوید. و امروز هم دشمنان محمد صلی الله علیه و سلم هم کافرانند، هم مشرکان، هم امام پرستان، هم منافقان، هم به ظاهر دوستان و در باطن دشمنان مثل مدعیان تشیع. قل تمتعوا، برخوردار باشید. ولذا شیعیان محترم از این لاطائلات روحانیت دجالتون دور بشید، برید سوی قرآن. یک بار قرآن رو بخونید تا بدونید که شما در کجا ایستادید. قل تمتعوا، لذت دنیا رو بچشید چند روزی. این دستور خداونده. عبادت امری از طرف خداونده. آیا اونا وقتی که از لذت دنیا برخوردار میشن طاعت خدا کردن؟ نه. اینجا این امر تحکمی بهش میگن، برای استهزاء. برای که خداوند بعدش میفرماید که فإن مصيركم إلى النار، سرانجامتون در آتشه. ولذا گاهی امر مقصود اینه که اون امر اجرا بشه و گاهی برای اینه که نه، اون امر تحکمی استهزاء، یعنی این کار انجام نده. ولذا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه جمله جالبی داره، لا شر فی شر بعده الجنه ولا خیر فی خیر بعده النار. شری که بعدش بهشت باشه اون شر نیست، و خیری که بعدش آتش باشه اون خیر نیست. کسی که بگه که آقا تکالیف دینی سخته، لیکن چون شخصی باید یادش بیاد که بعد از این تکالیف بهشت وجود داره. و کسی که معصیت ها را، شرک ها را، کفر رو آسان میبینه، سرانجامش نگاه کنه که بعدش کفر، بعدش آتشه. انسان مقدمه ها رو از اسبابش دور نکنه، سبب از مسبب دور نکنه، مقدمه رو از نتیجه دور نکنه، عاقل باشه. فرزند، پدر یا جد یا مادر وقتی فرزند رو میبینه که شب روز داره درس میخونه، ممکنه درش رحم بیاد، میره کتاب از دستش میگیره که آقا استراحت کن، در صورتی که اون فرزند میخواد زحمت بکشه تا درس بخونه، تا پیشرفت کنه. درسته که اینجا پدر و مادر شفقت کردن بر اون از دید دیگری نگاه کردن، لیکن اون فرزند دیدش در این مورد دورتره، که سرانجام رو نگاه میکنه. و
مشرکان و قبر پرستان و کافران وقتی که این قول خدا رو میشنوند قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، بگو برخوردار باشید، بچشید، کامرانی کنید، لیکن سرانجامتون به آتشه. و برای که اونا صبر خدا سوء استفاده میکنن، لیکن امر خدا بدون موعد میاد، ناگهانی میاد. کی میدونه که انسان 80 سال 90 سال زندگی کنه که بعدش توبه کنه؟ از کجا میدونه که فهمی فردا دفترش بسته نشه؟ فکر 100 سال میکند بنده، مرگ در پیش میزند خنده. انسان نباید خودشو فریب بده. خداوند مرگو مبهم گذاشته برای که من شما آمادگی بکنی. الم تر الی الذین، قبلا فرمود که بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. اینجا وجعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار. آیا این حالت عجیب و مشاهده نمی کنید؟ حالت کسانی رو که خداوند بهشون نعمت داده، این نعمت بزرگترینش خود پیامبر خداست که مردم رو دعوت به توحید میکنه، دعوت به ایمان میکنه. که امروز دولت شرک آلود خامنه‌ای موحدان رو میکشه. پیامبر مردم رو دعوت به توحید میکنه، به ایمان توحیدی، تا که شامل مغفرت خداوند باشن، بگردن تا به سوی بهشت برن. ولی کافران و مشرکان همه اینا رو ترک میکنن، به جاش کفر انتخاب میکنن، شرک انتخاب میکنن به خاطر دنیا. اینها ابو جهل و ابو لهب مثل همه مراجع دنیا، مثل همه قدرتمندان دنیا، خوبی رو به بدی عوض میکنن و این استبدال عجیبیه که انسان به جهنم میکشونه و انسان رو بدترین جایگاه میکشونه. آیا کسانی که قبل از اونا بودن مسیرشون چه شد؟ قرآن همه اینها را آورده تا انسان ها عبرت بگیرن. و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله، برای خداوند شریکان قرار دادن، چه در عبادت، چه در طاعت، چه در شریعت، چه در امر و نهی. همه اون چرا که صفات مخصوص خداونده به شریکانشون دادن تا اینکه راه یگانه خداوند متفرق کنن. اینجا آیه اشاره میکنه که بزرگان قومی کارا کردن تا قوم خودشون رو گمراه کنن و قومشون اینها رو شریکانی به جای خدا قرار میدادن. ورزه عقیده توحید، عقیده یکتاپرستی خطر بزرگیه بر قدرت تواغیت، بر مصالحشون در هر زمان و مکانی، نه فقط در زمان ابو جهل و ابو لهب، نه فقط در زمان جاهلیت اول، لیکن در هر زمان و مکانی. هر موقع که انسان ها از توحید مطلق منحرف بشن، در هر صورتی که باشه، رهبریشون رو به مراجع بدن، به روحانیت ها بدن، به پاپ بدن، به بزرگان خودشون بدن، به حکام خودشون بدن، از کتاب و سنت دور بشن. و یکی از صورت هاشم تقلید از مراجع، یکی از صورت های این شرک ورزی طریق گرفتن از این و آنه که شیخ خودشون رو مرجع قرار بدن. همه اینها هواپرستی است و قرآن به شدت از اینا نهی میکنه. ولی توحید خطر بزرگیه بر طاغوت ها و همچنان خطری است بر کسانی که به غیر شریعت خدا عمل میکنن، به غیر دستور خدا امر و نهی میکنن. به همه اینها قرآن نهیب میزنه که سرانجامتون آتشه. از خدا بترسید. قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، اما بندگان من بگو که نماز بپا دارید.
نگفت روزه به پا دارید، نگفت سینه زنی به پا دارید همچنان که شیعیان انجام میدن. و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، و آنچه که بهشون روزی دادیم علنا و مخفیانه خرج کنن. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، قبل از که روزی بیاد که درش خرید و فروشی وجود نداشته باشه. یعنی شکر پروردگارشون رو با برپای نماز انجام بدند، نه با مراسم جاهلی اهل بدعت مده تشیع و تصوف. نماز یکی از بارزترین مظاهر شکر خداونده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.